آقا رسول، اساساً خورده یا نخورده؟ یه لحظه شروع شد؟ بله سوال جدی بود. نه برنامه شروع شده؟ بله. پس یه لحظه بچه‌ها به من بگین. یک دو سه رو بگین. اینجا ببینید ما گروه دیوانه‌ای هستیم. معلوم نیست کی شروع میشه کی تمام میشه. الان من خودم هم نمیدونم شروع شده. به نیت شروع شدن. خورده یا نخورده؟ مسئله مهمیه. مثلا چالش بشر بر این بوده. آیا این اتفاق خورده؟ من میگم خورده. تحقیقات علمی هم نشون داده که خورده. حالا یه عده میگن نخورده ولی خورد که قهرمان المپیک شد دیگه. پس اساساً الان از نظر جهانی اگه بخوایم این قضیه رو بهش علمی‌تر نگاه کنیم، تو اون لحظه اون ضربه، پس شما میگید خورده. بله. بازی توی پاریس بود. بله. شما که پاریس نبودی. قبلش نه ولی بعدش. خب شما از تهران دیدی گفتی خورده؟ نمیشه. طبیعتا اون چیزی که من دیدم خورده بود. ببخشید شما نمیتونید اون چیزی که شما دیدید رو به بیننده تلقین کنید. اگه نخورده بود آیا مردم ناراحت میشدن؟ شما پاسخگو بودین؟ اتفاقا توی یکی از مقاله‌ها خورده. خب من نظرم بر این بود که خورده. شما باید میگفتی یا خورده یا نخورده. اونو بعضیا سوال کردن چون بعضیا اون صحنه رو شاید ندیدن. بذارید من یه ویدیو چک کنم. چجوری گفتی؟ نفسم گرفت. والا منم گرفت. یه دونه خودت میری؟ من پخش میکنم. نباید داب اسمشش کن. بله. صاحب اثر خودش میخواد داب اسمش کنه. به اون دوربین. آماده هستی؟ هر موقع گفتی. پخش کنم؟ بله. خیلی قشنگ بود. لطف داری. به افتخارشون. بی‌نظیر بود. آیا بس دیگه. بابا درسته قبول کردید دیگه. گفتم دیگه همه تایید کردن. خب آقای مهربانی شما از کی فهمیدید که علاقه من به آقا من بلند شید چیز از حرفش رو زنه بچه. از کی متوجه شدین که شما علاقه به گزارش کردن دارید؟ از اون موقع که متوجه شدم دیگه. چی کارش داری؟ بس دیگه. بذار بچه حرفش رو بزنه. داری حقیقتی رو میگه. شما از چند سالگی متوجه شدین که خوب گزارش میکنید؟ موقعی که خیلی بچه بودم. چند سالگی؟ سالش یادم نیست ولی دوست داشتم. اولین گزارشی که مثلا نمیدونم چند سالتون بود، اولین گزارشی که انجام دادین و همه گفتن به به؟ نمیتونم بگم. باور کن نمیتونم بگم. گزارش بدی بود؟ نه نمیتونم بگم. موقعیتش قابل بیان نیست. ببین اینجا ما شفافیم. هممون شفافیم. بله مثل این میز، مثل چمدونا، مثل خود من. تو شفافی؟ ببین الان نگاه کن. انگار کبد من پیداست. پس اونو بگو چه موقعیتی بود؟ نمیتونم بگم. ولی دومیشو میتونم بگم. اولیه یعنی تو خونه اتفاق افتاد چی بود؟ نه. بیرون تو کوچه؟ نه. دعوا کردم. من دعوا کردم زدم تو سر یکی. ای بابا. ابروش پاره شد. بعد همونجا هم روش سرش داشتم میگفتم دیدی چقدر خوب زدمه، دیدی چقدر خورده. خورده از اونجا، اصلا پدر خورده اونجا. ببین اینو یعنی واقعی داری میگی؟ آدم واقعی میگم. اولین جایی که فهمیدم کلامم میشینه روی یکی کسی بود که خودم زدم بهش. چه عجیب.
من نریاچاگی تکواندو کار میکردم، خیلی شدید پا رو بردم بالا، قشنگ زدم تو سرش. البته نباید اینا پخش بشه، مال اون بود گفتم نمیتونم بگم. بدآموزی داره، نکنید، دعوا نکنید واقعا. یه خاطره بگم. سالها پیش برای اولین بار تلویزیون ایران می‌خواست فیلم بروسلی پخش کنه. گوینده اومد گفتش که سلام همیهنان عزیز، ما می‌خوایم یه فیلمی پخش کنیم، یه مقدار این فیلم خشنه، لطفاً این فیلمو ببینین و اصلاً ازش الگو برداری نکنین. فیلمو دیدیم، فردا واقعا هم چیزی بوده؟ آره، فردا رفتیم مدرسه، 2-3 تا دست شکست. عجب، تازه خوب بوده اومده گفته. اینقدر تحت تاثیر فیلم‌ها بودیم. ولی این همون علامت مثبت 18 و مثبت فلانه. آره که الان کنار تصویر اون موقع خود طرف میومد میگفت. عزیزای دلم، کوچولوهای توی خونه، شما بزنید کانال پویا. آفرین گلا. آفرین. ولی حالا یه چیزی بگو که مثلا پشیمونی از اون کاری که کردی و اینا. نه که درست. نه دیگه، پدر این اتفاقه بود دیگه. بعدن خواستم پشیمونی داشته باشم، دیدم که اتفاقا اگه اون کارو نمی‌کردم این اتفاق نمی‌افتاد. دعوا سر چی بود حالا؟ والا رقیب انتخاباتیم تو شورای مدرسه بود. آها. پس پای سیاست وسط بود. پای سیاست وسطه. من رقیب انتخاباتیمو تو شورای مدرسه زدم. اینو یه لحظه این آقای شریفی نیا گفتی. عموی بنده هستم. جدی می‌فرمایی؟ شوخی میکنم؟ پس ما اینا رو از کجا آوردیم؟ نمیدونم شما اینا از کجا آوردین. پس چرا تو تحقیقات ننوشته بودین که نمیدونم. آقای شریفی نیا بله. عموی شما هن؟ میتونه باشه؟ با اینکه فامیلیتون فرق داره؟ بله میتونه باشه یا نه؟ نمیدونم. از ماتریکس خارج شدی؟ قطعا همینطوره. یه بار دیگه فامیلی رو چک کنم. چک کن. مهربانی. بله. عموتون شریفی نیا. من میخوای دوباره تکرار کنم؟ دوباره عین آقای شریفی نیا گفتی. من یه بار دیگه تکرار میکنم. خود شریفی نیا جوان به انتخاباتی خودم رو در دوران شورای مدرسه زدم. اصلا خودشین؟ مطمئنین خودمون؟ الان یه لحظه، من چون سیبیل دارم، من مجید سوزوکی رو میرم، شما آقای شریفی نیا رو برو. حاج آقا نوکریم، میخوایم بریم خط مقدم حاجی. والله خدایا جبهه ها رو از لوث وجود اشرار، اراذل، اوباش مسون بدار. حاجی این الان امین حیاییه. حاجی ببینم شما که اینجا خودت حرف میزنی حاضری بری خط مقدم؟ چرا شأن لباس رو پایین میاری؟ بنده خودم لباس دارم، جبهه‌ام رفتم، نیاز نیست شما فلان شده به من بگید. بله، گفتگو میکنیم با جوونیای آقای شریفی نیا. حالتون خوب الحمدلله. والا قرار بود ما برای مسئله دیگه اینجا باشیم، نمیدونم چرا ما رو آوردن اینجا. بله، بهترین نقشی که بازی کردین آقای شریفی نیا؟ نقش ولید بوده حاج آقا. حاج آقا با من بودین؟ بله. خدا شکرت. چون سیبیلات خیلی خوبه. یه لحظه تشریف میاری؟ سیبیلات واقعیه؟ ما مکه نرفته حاجی شدیم. بله. سیبیلات واقعیه؟ میخوای تست کنی؟ میتونم تست کنم؟ بله. تشریف میاری. ببین فقط ببین نمایشی من انجام دادم و شما هم نمایشی انجام میدی دیگه. مگه انجام داده قبلا؟ شما انجام دادی؟ پیش رو دکتر نظری من نمایشی انجام دادم. چون میترسی؟ ببین سیبیلا من روش حساسم. من فقط میخوام بدونم واقعیه یا نه. تعادلم حاج آقا رو به خاطر این گفتم دیگه. نه واقعیه. نکندم. منم خیلی مهربونم. منم نکندم، فقط حالتشو رفتم. کندی. بچه شماره دکتر نظری رو بگیرین. بگیرید آقا اینجا. شماره دکتر نظری رو بگیرین. ببینیم کنده، ببینیم خورده یا کنده یا نکنده. کنده. باور کنید کنده. اونم میگه توییت زده بود کنده. با ازاد کنده. آقا بفرمایید. سر پیازچی اصلا تو پیازچی سیبی. پس مسابقات هم اینجوری گزارش می‌کنی؟ از دور تو تلویزیون می‌بینی؟ قطعاً همینطوره. این آب چای. یاته؟ آبیه که از رشته کوههای آلپ اومده. آره. ببین. جدی میگم. فکر می‌کنی یه لیوان آب معمولی؟ یاد دیالوگ علی صادقی افتادم. اومد گفت که ببین تو هندونه چیه؟ گفت موز. اینم آره آبش خیلی نمیشد آب پرتقالی چیز باشه. میدونی من بهترینم، چون من باید بهترین چیزا باشه. ببینید تو این برنامه فقط یه نفر بهترینه. کی؟ ثابت کن. میای دعوا. چند کیلویی؟ بالای 90. من زیر 70 نمیشه. مچ میندازی؟ آره. دور بازو چنده؟ هر چی تو بگی. بالای 40. بالای 40. زیر 40. کنسله. سابقه کارت چند ساله؟ 2 دهه. مال من کمتره. گفتم بهترین منم. نداره دیگه.
پس استثناء تو این برنامه باشه. تو بهتری. قطعا. اینجا نوشته شما تو ساترا بودید. اونجا چیکار می‌کردید؟ یه کاری داشتم رفتم و بار خورده بود؟ آره. همه حاشیه‌ها به خاطر یه بار بود؟ بله. منم اونجا بار بردم. چرا با من کاری نداشتن؟ چون من بهترینم. بگو ساترا چیکار داشتی؟ کاری داشتم رفتم اومدم. نه اونجا شاغل بودی. بودم که بودم، چیکار داری؟ رفتم اونجا کاری داشتم دیگه. حالا باید چیکار کنم؟ بگم نبودم؟ آقا بودم. الان شما که تو ساترا بودی این چیزایی که ما از اول برنامه ضبط کردیم تا اینجا پخش میکنن؟ ربطی به ساترا نداره. پس چرا میگن همه چی دست ساتراست؟ کی گفته؟ ساترا اصلا مخفف چیه؟ سازمان تنظیم مقررات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی. یا خدا. همه اینا رو هم ساترا. پس اینجا فضای مجازی نیست، کاری با ما ندارن. قطعا همینطور. ولی به اونجا باید کار کنم. چرا شما که تو ساترایی به ما بگو چرا تو نیستم. بودی؟ کار داشتم. کار میکردی؟ کار داشتم. اصلا به ما ربطی نداره. چه سفر عجیبیه. 100%. تو این چمدونا پر از چالشه. آماده هستی؟ 100%. میخوایم سفر کنیم به کنه وجودت. این دستگاه پیشرفته رو می‌بینید؟ این چیه؟ این دستگاهیه که هدایت هواپیما به دست شماست الان. سفر ما رو شما سمت و سوشو نشون میدی. دو گزینه میگم، یکی اینوریه یکی اونوری. سریع انتخاب کن. شما اصالتا کرمانشاهی هستید. کرمانشاه یا تهران؟ ورزش کنی یا ورزش گزارش کنی؟ گزارش کنی. خورده یا نخورده؟ دوباره یعنی چی؟ دوتاش؟ چون دانشمندان معتقدن هم خورده هم نخورده. بله. تکواندو یا فوتبال؟ سقوط کنیم اینجا. فوتبال؟ آها تکواندو. تکواندو بود دیگه. تکواندو یا تکوان 3؟ تکوان 3 یا تکوان 4؟ تکوان 4 یا تکوان 5؟ بس. ساترا یا سیما؟ مذاکره یا قفل فرمون؟ دعوا میشه. قفل فرمون؟ من توبه کردم، اون بار آخر دعوا کردم. پس هنوز توبه نکردی. تو دنیایی که گرگن باید قفل فرمون داشته باشی. مذاکره جواب نده. بچه‌های کوچوله توی خونه امیدوارم که بخش گفتم که متوجه بشی. پوگوی قرمز یا آبی؟ قرمز؟ پرسپولیس قهرمان میشه، خدا میدونه که حقشه. به لطف یزدان و قرمز یا آبی ربطی به پرسپولیس و استقلال داره؟ ببین اینجا تو برنامه ما همه چی به استقلال پرسپولیس بستگی داره. طراح صحنمون استقلالی بود، کارگردان اومد بهش گفت آقا دکور برنامه رو قرمز بزن. گفت من کار نمیکنم، یا آبی میزنم یا میرم آبی زد. الان یه لایه اینو زیرشو بکن. قرمزه. پس قرمز خورده جونم. حالا من یه خاطره میتونم بگم اینجا. من یه خاطره خیلی جذاب بگم. من 3 تا نظر فوتبالی داشتم تو کودکیم. نظر فوتبالی؟ بله 3 تا نظر فوتبالی عجیب غریب. من تو بچگیم خب من یه آرشیو تقریبا میشه گفت پروپیمون از 40 ساله ورزش ایران رو دارم. روزنامه، جراید، نمیدونم فیلم، صوت، تصویر همه رو دارم. خیلیشم تو آرشیو سازمانم نیست الان حتی اون روزنامه دیگه نیست. بری پیش مدیر عامل قدیمش بگی آقا همچین روزنامه چاپ می‌کردی، خودش انکار میکنه، گردن نمیگیره. خب همه اینا رو من جمع کردم. خوره این چیزا بودم. علاقه به ورزش و فوتبال و این چیزا داشتم. تو کودکی پرسپولیسی بودم، الان رو دیگه نمیدونم. خب من 3 تا نظر فوتبالی داشتم. مردم دعا کنید. این نشد گرفته از اونجاست. چی بود؟ نظر اول. خب من خرجامو جمع می‌کردم. بازی اول پرسپولیس و استقلال سال 79 که 2-2 شدن. هاشمی نسب قش کرد، دعوا شد، برومند زد، زیر چشم پایان رفت و اون اتفاقات افتاد و اینها.
پرسپولیس یکی جلو افتاد، با هر گلی که میزد و با هر گلی که میخورد من 500 تومن روی این اضافه میکردم. با 1500 تومن دو خدا رو شکر جمع شد. این تا اینجا 1500. سال بعد استقلال الاتحاد ورزشگاه آزادی، گلی که نیکپخ بلند شد زد، پیانو در آورد، یه پیانو دیگه استقلال زیرش بود و اون حال و هوا و اینها که 2-1 بردن فکر کنم. تو اونجا و اون اتفاقات و اون حال و هوایی که تو اون ورزشگاه بود، 2-3 روز قبلش علی آقا پروین که ما عشق علی آقا پروین بودیم تو بچگی، گفته بود هواداری پرسپولیس دعا کنن برای هواداری استقلال و بازی ملی و ما باید بریم به سمت یک اتفاق ملی، پس دعا کنید و فلان. منم گفتم 500 هم نظر استقلال ببره که استقلال برد. تا اینجا چقدر آقای عزو؟ 2 تومن. 2 تومن. سال بعدش هم خدا ان شاءالله حفظش کنه آقای عابدزاده بودن که زایه مغزی براشون به وجود اومده بود و اون نقاهت و اون کسالتی که به وجود اومده بود، من برای عابدزاده که عشق مثلا دروازه‌بانی بودم و مثلا بالاخره خیلی ایشونو دوست داشتم تو بچگی، 1000 تومنم برای اونجا. چقدر شد؟ 3000 تومن. 1000 تومن نظر اون آقای عابدزاده، 500 استقلال، 1500 هم سال قبلش آره رو هم رفته 3000. من با 3000 تومن تاریخو عوض کردم آقای عزو. واقعا ورزش ما مدیون شماست، خیلی هم خرج کردی. دقیقاً همینطوره. لذا اون مردم دعا کنید عقبه داره. روغن کرمانشاهی یا روغن نباتی؟ بحث دیگه فوتبال خارج کنیم. میدونید دیگه. برای همه ایران روغن کرمانشاهی. دنده کباب یا کباب تابعی؟ جفتش خوبه. دنده کباب. آها. جفتش خوبه. کار یا تفریح؟ تفریح دوست داری؟ چی هست تفریح؟ همه چی. پلی استیشن؟ هر چی تو دوست داری. آتاری بازی می‌کردی؟ آتاری قدیم چقدر رفتیم عقب؟ ما هنوز آتاری داریم. ما الان رفتیم به بابام سایر گفته هیرکانی. وقتی میکرو اومد تو هنوز تو آتاری ها؟ من آرزو بده کسایی که دوست دارن کمک کنن تا من یه پلی استیشن بخرم، هر مبلغی که گذاشتم به این شماره حسابی که زیرنویس میشه بزنم. من خودم بعد میزنم. واقعا چقدر واریز میکنی؟ میاد دیگه اسمسش میاد. چراغ اول رو روشن کرد. شوری فکر کنم این بعد. آره. شوری یا شیرینی؟ شوری. بذار بگم مثلا جهتو نمیدونی. عجولی، از بچگی عجول بودی. نبوده. خورده. بذار داور بگه خورده یا نخورده. نمیتونه بگه. شوری یا شیرینی؟ چون اولی رو همون شیرینی. چه شیرینی؟ همه چی. ناپلونی یا نونخامه‌ای؟ قطعا خام. ناپلونی خیلی سخته. سخت میریزه. بعد تو مهمونی یه دونه ناپلونی برام داری کلا پشیم. اصلا از آبروت میره، اصلا میریزه و بعد با دهنو اینقدر باز کنی افتضاحه. قیافه عوض میشه. پودراش میریزه. اصلا آدم عزیزان از کرده خود پشیمان میشه. من یه پیشنهادی دارم. وقتی ناپلونی رو درست میکنی یه تافت بهش بزنید. آفرین. پس انداز کردن یا هزینه کردن؟ هزینه ها با من. تمام چیزایی که یه انسان یعنی خوشگذران میخواد و داری. من خیلی برترم. یه بار دیگه بهت اینو گفتم. بهترین حال حاضر ایران و دنیا. باشه کینگ. از من بهتر. کینگ. ببین کینگ اینجا منم یا کاری با شما ندارم. مخاطب خودش. عقاب وقتی بچه حرکت میکنه گنجیش میاد بهش نوک میزنه. عقاب فقط اینجوری قال میزنه. خب بریم بعدی. علیرضا قربانی یا محسن چاوشی؟ یه تیکه برامون بخون. عزیز من زنگ صبور غما به دیدنم یا که خیلی تنها مجنونم و دل زده از خیلی ها، خیلی دلم گرفته از خیلی ها. پوزش میطلبیم از آقای چاوشی و همه طرفدارانشون. ما رو ببخشید، عفو فرمایید. پیژامه یا شلوار ورزشی تو خونه؟ پیژامه راحت. چه قرتی بازیه. ماشین شخصی یا وسایل حمل و نقل عمومی؟ قفله به خدا. هر کاری میکردم عمومی. ماشین شخصی. کی حال داره حالا بره تو مترو؟ اصلا نمیرم. برو وسط جا هست آقا. رد میشم. دریا یا جنگل؟ ساحل دریا. مداحی یا گزارشگری؟ قابل قیاس نیست، ولی خب چون من ابتدای زندگیمو مفتخرم به ذاکری بر ابا عبدالله و چون اصلا هیچ چیزی با این قابل قیاس نیست، قطعا مداحی.
اصلا چیزی قابل قیاس با ذکر ابو عبدالله نیست و چون قابل قیاس نیست عرض کردم. اولین باری که مداحی کردی یادت از چند سالت بود؟ بله. کدوم شهر بود؟ 6 سالگی؟ کدوم شهر؟ کرمانشاه. چی خوندی؟ حس و حالتو بگو. ولی اولین مداحی رسمیمو یادمه که چی خوندم. حس و حالم خیلی عجیب بود. رفتم و یه شب تاسوعایی 6 سالگی چی شد؟ نه 6 سالگیمو شروع کردم به خوندن مثلا سر صف و مداحی و فلان. اولین رسمی. آره جلسه رسمی که مثلا شاید بگم نزدیک 1500 نفر تو اون جلسه بودن، من رفتم خوندم. چند سالت بود؟ من اونجا فکر کنم حوالی 10 سالم بود. روز ظهر تاسوعا بود. صندلی گذاشتن اونجا، بعد من شروع کردم به خوندن و یه صندلی که یه مقدار اومد بالا، رفتی رو صندلی وایسادی؟ رفتم رو صندلی. حالا اتفاقش خیلی جالبه. شروع کردم به خوندن و این خیلی اثر گذاشت رو من. یعنی من اثری که دیدم، به خصوص میگن که تربیت دوران کودکی که بچه رو چه محیطی ببری و این بچه چگونه آداپته بشه، حالا شاید هم نسل من زیاد بودن ولی من چند تا مثلا شاید اتفاق خوب بابت اون قضیه برام افتاد، چون شاید مثلا چند تا استعداد من مثلا باز شد توی قضیه سید الشهدا، روزه، هیئت، آقا دیگو بیار ببر بخون، منبر میری میای پایین، آداب داره. بعد مثلا شما وقتی میشینی باید همه رو هندل کنی، میدونی که اینا اومدن گوش بدن که تو چی میگی و این خیلی مهمه. مسئولیت پذیری تو اون سن بچه رو یه مقدار اجتماعی تر هم میکنه، فرا اجتماعی. چون شما وقتی میرید اونجا دارین صحبت رو میکنی، میبینی بچه مثلا داره میفهمه که آقا اینا مسئولیت این همه جمعیت با شماست و شما باید بهشون خوراک بدی و باید بهشون یک سری چیزها بدی که این بچه متوجه بشه. تو محرم دیدی چقدر خوشحال میشن؟ پرچما رو ببر. آره. اونا میرن پرچما، اونا رو زنجیرا رو پخش میکنن. آره دقیقاً به همین شکل. بعد ما رفتیم و شروع کردیم خوندن، تموم که شد اومدم بیام پایین، این پا اون پا رو نشناخت، صندلی هم منو نشناخت. صندلی رفت آسمون، رسول مهربانی رفت. دقیقاً یه صحنه فوق دراماتیک. افتادم رو حاجی اذان ناصری، استاد خودم. میکروفون یه بر بنده خدا میکروفون رو گرفت، به زور بلند شد، نفس دیگه در سینه حبس شده بود. سنگین بودی؟ اون موقع میگم این توپل موپل بودم. آره. بعد بنده خدا بلند شد، جلسه اصلا به هم ریخت، یهو رفت پایین جلسه. یه لحظه انگار در زمین باز شد و همه رفتن داخل. میتونی بگی اون روز چی خوندی؟ آره. تو بدین همه لطافت که ظهور دل رو بودی، ز چه بر من سیه رو در دوستی گشودی، ز ازل مرا ارادت به تو بود از سعادت، چو گل مرا سرشتند تو دل مرا رو بودی، تو دل مرا رو بودی، یا بلفز یا دیگه این ادامش. آره. شعرشو حفظ بودی یا رو کاغذ خوندی؟ اون موقع از رو کاغذ خوندم ولی بعدن که چیز شد حفظ شدم. بعد مراسم چه اتفاقی افتاد؟ آقای یزدانی اینا؟ آقای ناصری بود. آره. بنده خدا دورانش به قبل و بعد از اون تقسیم شد دیگه اون حاجی اذان سابق نشد. اجرات خوب بود؟ عالی بود. همون موقع بهترین بودم. تک بودم توی همون مقطع زمانی خودم. آب نمیخوری آب بخور. الان میفهمم که وقتی از خودم تعریف میکنم چه حسی به نفر مقابل دست میده. آره. سعی میکنم بذارم کنار. آفرین. آینت رو به روت عزیزم. عزودم. ای شکوه پابرجا. اگه قرار بود زندگی تبدیل به یه فیلم بشه، یه فیلم سینمایی با میلیاردها تومان هزینه، کدوم بازیگر رو انتخاب میکردی که بیاد نقش تو بازی کنه؟ محدودیت مالی هم نداری، هر کسی رو بگی. اینا نباید بزنیم؟ نه این دیگه تموم شد. محمد رضا شریفی خودش بیاد نقش منو بازی کنه. البته ایشون هم نمیتونه. اینقدر آدم پیچیده‌ای هستی، شخصیت، کاراکتر وحشتناک. از بازیگرای خارجی چی؟ فوق ابعادم. از خارجی‌ها کسی میتونه؟ از سینمای هالیوود مرده دیگه. مارلون براندو و همفری بوگارت اونا نمیتونه. چرا داشته‌هاتو نمیبینی؟ دارم میبینم. چرا کسی که روبروت نشسته و عزود من تو نمیبینم، میخوای دوره تکرار کنم جلوی همه جمعیت؟ پس چرا تو چشام زل زدی؟ مجبورم. میخواستم برات بگم که جونم من تو سینمای هالیوود فعالیت دارم. واقعا جدی میفرمایید؟ چقدر مهربان هستم. بله.
خب رسول مهربانی، جانم. گزارشگر جنجالی، تا من میرم چالش بعدی رو از داخل اون چمدون بیارم، یه مقدار از دکورمون و اجرای من بگو. ازت تعریف کنم؟ نمیدونم، هرچی نظر واقعی. چون اولش گفتی مهربان، اولا این یه دکور فوق العاده است. ما در یک هواپیمای سقوط کرده و یه دکور سقوط کرده چیه؟ در حال حرکتی؟ در حال صعودیم، ببخشید، چون نیم تنه داره فقط، دم و اینا نداشت، ولی فوق العاده است. تو فکر کنم 2 قرن اخیر بی‌نظیره و تو فوق العاده ای. فکر کنم عوض شد از این لحظه، عزاد الان به بعد با عزاد قبل از این یه چیز دیگه است. من بازی‌های زیادی رو دیدم، گزارش‌های خارجی داخلی. آره. اما تو زندگیم گزارشگری به خوبی تو ندیدم. قربونت برم. یعنی لحن و بیانت اصلا میکشه. باور کن خودم یه بازی دیدم، هندبال قطر و مالزی بود، یه جوری گزارش میکردی اصلا من علاقه‌مند به تیم قطر شدم. عجب. چه ضربه‌ای کم نمیذاری، دستمزد گرفتی کار میکنی، کاری نداری، قطر و مالزی کار میکنی و اینه که تو رو یکی از گزارشگرای، یکی نه ببخشید جسارت کردم، بهترین گزارشگر ایران و جهان میکنه. قرمز فلاش قرمز. این چی بود؟ اینا چی بود؟ به خاطر حفظ اتحاد دو تیم، چون ببینید تیم ملی رو استقلال و پرسپولیس چارچوب اصلیشو تشکیل میدن، قرمز رو خارج و آبی رو داخل میکنیم. شما هم دیگه زیاد چیز نکن دیگه. اصلا من چی کار کردم؟ چالش ترین ها، شیرین ترین گزارشی که انجام دادی. شیرین بود، عسل لامصب، عسل. بهترینش بکنم اون فینال آریان سلیمی بود. چی؟ فینال آریان سلیمی. به سبک خود گفتم دیگه. گفتی عسل. گفتم بهترینش آریان سلیمی بود دیگه. شیرین. من 5 تا آمپول همونجا زدم. کل 4 روزی که بچه‌ها از اول کار کردن و الحمدلله هم مدال گرفتن، نزدیک 15 تا آمپول زدم من. آمپول چی؟ همه چی. دگزا، هیدروکورتیزون، خیلی چیزای دیگه. خب من مریض شده بودی؟ نه دیگه، صدام چیز شده بود دیگه. بعد توانایی رفته بود. خدا منو بغل کرده. اینجوری چقدر دوام میاری؟ نه جدی میگم ما. نه جدی واقعا. بابا یه جوری گزارش دیگه اون یه چیز دیگه شد. این گزارش‌ها به خاطر این بود، اینجوری هم هزینه دادیم دیگه. به عنوان بهترین دوستت میگم، یه جوری گزارش کن که بتونی این حنجره رو حفظش کنی و سالهای سال بتونی برامون گزارش کنی. حتما. ولی به آبم بستگی داشت که تو مصاحبه‌ام گفته بودم. بفهم. چه آبیه. تلخ‌ترین گزارش. تلخ‌ترین گزارش. المپیک 2020. کدوم مسابقه؟ بازی بچه‌ها بود دیگه. میرهاشم حسینی و آرمین هادیپور باختن. باخت پشت باخت. سخت‌ترین گزارشی که داشتی؟ سخت‌ترین گزارش یه مسابقه قهرمانی آسیا بود. دوربینی که کاشته بود خود مجموعه رقابت‌ها با شیابچانک یه چیزی نزدیک به 2 سال نوری فاصله داشت. خیلی، یعنی توی کهکشان دیگه داشت چیز می‌کرد. یعنی ریز می‌دیدی؟ اصلا ریز بود. یه چیزی بود مثلا ما دیدیم اونجا دارن یه حرکتی میزنن. من دیگه تا اینجا چسبیدم به خود مانیتور فینالمون که می‌خواستم گزارش کنم که بفهمم دارن چیکار می‌کنن. هرچی هم گفتیم آقا دوربینو حداقل یکی از اونجا بچه‌ای که اونجا هستن، رفقا، بچه‌ای اونجا، علی اونجا، بره اونجا رو درست کنه. نشد. مهمترین تصمیمی که توی زندگیت گرفتی و اینم نوشته اونجا. چند تا میمه به هم چسبیده. مهمترین تصمیم، هر تصمیمی گرفتم حتی اگه غلط بود اصلا درست میشه. من واقعا تو انجامش دادی حتی به غلط درست شد. جدی عرض میکنم خیلی چیزا رو من به غلط انجام دادم. بستم با خدا. من زودتر با خدا بستم. حسرت بارترین آرزوی زندگیت که هنوزم بهش نرسیدی؟ هیچ حسرتی ندارم، به همه چی رسیدم، ولی ولعم بیشتره. خیلی چیزای دیگه میخوام. ولی تو چشت یه حسرتی رو میبینم. چی؟ اینکه جامون عوض میشد و میشدی مجری این برنامه. اینو نذار برم رو خطا. به درد نخورترین وسیله‌ای که همیشه همراهته به هیچ دردی هم نمیخوره. دکمه. چی؟ دکمه اضافه؟ دکمه که اگه کنده شد باز میذارم عموما. بسته نیست. چون یه جا گفتن میبنده ولی گفتم نه من بازه همیشه. بکنمش هم فرقی نمیخوای بکنم؟ نه خوبه.
سخت‌ترین شب زندگیت کدوم شب بود؟ شب فینال آریان سلیمی. الان گزارش اینا دارین میگین؟ آره. فینال آریان بود. چون من واقعا حالم اصلا خوب نبود. غمگین ترین روزی که توی زندگیت داشتی؟ شهادت آقای رئیسی و خلبان‌ها و مسئولینی که توی این پرواز 30 اردیبهشت بودن. و جالبه من همون روز اجرا داشتم در شبکه ورزش مجری برنامه تکواندو قهرمانی آسیا بودم و روز قبلش آقای رئیسی خدا رحمت بکنه پیام تبریک بابت قهرمانی تیم ملی مردان ما رو داده بود و فرداش ما فکر نمی‌کردیم دقیقاً همون روز اجرا خبر اومد که ایشون به رحمت خدا رفتن. خیلی روز سختی بود واقعا. خدا رحمت کنه همه کسانی که برای ایران واقعا خدمت کردن. بدترین سوتی که توی گزارش‌ها دادی و همه جا وایرال. یه سوتی که نه. المپیک 2020 بود. 2 تا تکواندوکار با همدیگه داشتن بازی می‌کردن، مبارزه می‌کردن. بعد یکیشون 30 بود امتیازش، یکیشون 3. یعنی این 30 امتیاز گرفته بود، این 3 امتیاز. 30؟ آره. چیکار کرده بود 30 امتیاز یه گرفته؟ کاری که اصلا معلوم نمی‌شد. یه خلاصه سخت 30 امتیاز. یا همه چی زده بود دیگه. بعد گفتم 33 اسم نیست، امتیازه. شب ترکید تو فضای مجازی. 4 سال پیش. آره دیگه جبرئیل سیسه بود. آره جبرئیل سیسه، شیخ سیسه مثلا. گفتم 33 اسم نیست، امتیازه. بعد اینو خلاصه باهاش شوخی کرده بودن. یا بعضی وقتا هم تقدیم میکنن تو این المپیک هم که دیگه خیلی چیزا حالا من نمیتونم بگم. خنده‌دارترین جوکی که تا حالا شنیدی؟ روده بر. یه روز یه مرده میخوره به میله میخنده از این چیزا. خنده هست وایرال شده. خیلی عجب چیز عجیب. میخوره؟ بریم بعدی خودمون جمع کنیم. آره این سوال قضیه چرا باید بخوره به نرده؟ یه مرده میخوره به نرده بعد برمیگرده بعد بقیه هم میخنده. یه چیزی مزخرفی بود. نه خیلی قشنگه چون خوردی به نرده برگردی. هنوزم که هنوزه باش میخندم. تموم شد. چالش بعدی بریم یعنی نه مونده. سعدی شیرین سخن میگه دوست مشمار آن که در نعمت زند لاف یاری و برادر خواندگی. دوست آن دانم که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی. رسیدیم به چالش عکس. بله. توی یکی از چمدونا بله تعدادی از عکسای دوستای شماست. دوستای من؟ بله. ولی اینو بدون که دوستای شما دوستای ما خواهد بود. برم بیارم. چاله های فضایی. امیدوارم هواپیما از اون اجرات افتضاحه. واقعا؟ آره. خیلی ها گفتن. بازی تکواندوه. از بالای یه ورزشگاه داریم رد میشیم. خورده شوه هر چیزی رو در میاریم. قبول داری؟ افتضاح. خب همه چیز بروز. کی هستیم و چی هستیم فقط خدا میدونه. چقدر بروز. همه چیز بروز. جعبه سیاه. جعبه سیاه میدونی نارنجیه؟ بله یه فلش اینجاست، یه سری عکس اونجاست. یه سری سوال ازت میپرسم در مورد دوستان عزیز. با کدوم یکی از اون عزیزان شما رفیق تری؟ علیرضا دبیر. با هم رفیقین؟ رفیق و اینکه مدیر درجه 1. کدوم حق استادی به گردنت داره؟ حق استادی؟ هیچ کدوم؟ کدوم کار بلدتره؟ چمپیونز لیگه؟ همه خوبن ماشاءالله. کار بلدتر تو چی؟ تو کار خودش. هادی اسایی. کار کردن با کدوم بیشتر کیف میده بهت؟ کار کردن با هادی عامل. شیر مادر نان پدر حلاله دلم. کدوم یکی همنشین بهتریه؟ کدوم یکی
که همنشین بهتر پژمان درست کرد. دوست داری با کدوم بری سفر؟ محمد حسین میثاقی. میثاقی خوش سفره؟ میدونم خوش سفره. یه جمله محبت آمیز اگه بخوای به یکیشون بگی. به یکیشون؟ به یکیشون. همشون رو دوست دارم. یکیشون یک بیشتر دوست داری یه جمله بگو. دوستت دارم. با منی؟ آره. نه با اونا باید. بله. سرهنگ علیفر میگم دوستت دارم. توی دروازه. شش قدم انزل بفر توی دروازه. خب حالا یه بار اسامی اون عزیزان رو میخونم، در مورد هر کدومشون یه خط جمله بله بفرمایید. نقض بگید. جواد خیابانی، استاد هیجان. بهرام شفیع، خدا رحمتش کنه. خدا رحمت کنه بهرامش. خدا رحمتتون کنه عایشه. شونم استاد هیجان 2. هادی عامل. هادی عامل شیر مادر، نان پدر. حلالت باشه. حلال به معنای اینکه حلالت باشه که بله، ولی واقعا منو یاد واقعا پدر مادر خودم میندازه. وقتی میگه باید برم ازش تشکر کنم، از پدرم مادرم. محمد حسین میثاقی. محمد حسین میثاقی، من جانشین محمد حسین میثاقی شدم. نونش آجر کردی درسته؟ نه دیگه اون نون آجر نکردیم. اون رفت از کجا رفت؟ بود کرمانشاه بود. بعد منو دعوت کردم به جای محمد حسین میثاقی، رفتم اونجا و خلایی که بود توی مثلا تو اون مقطع، تو اون برنامه‌ای که در کرمانشاه برگزار میشد و اینها، خب ایشون رفت تهران و ادامه داد. ما اومدیم اونجا و بعد من ادامه دادم اومدم. یه جوری محمد حسین میثاقی، راستی محمد حسین میثاقی اولین گزارشش رو من یادمه. یه بار ما اومدیم مسابقات المپیاد ایرانیان بود سال 87. محمد حسین اومد فینال بود، من یادم مسعود عجیزواره فینالش بود. اون موقع تازه مسعود عجیزواره کاپیتان سابق تیم ملی که طلای جهانم گرفت، طلای ارچه جهان گرفته بود، تازه اومده بود. اینها فینال داشتیم با هم دیگه نگاه می‌کردیم. یه آقای رفیعی هم فکر کنم حریفش بود اگه اشتباه نکنم. آره. بعد داشتن با هم مبارزه می‌کردن. ما مثلا دست گذاشت رو شونه من. گفت چی میشه به نظرت با اون استیل خاص خودش و اینا؟ گفتم میبری ان شاءالله، مثلا آروم باش بالا اینا. البته همون نمیشناختیم، ولی منو میدونست که مثلا در تکواندو هستم و اینها. اما بعدها ما با هم همکار شدیم. البته من اومدم جای ایشون در شبکه کرمانشاه و ایشون هم رفت تهران و بعدا هم باز دوباره تو مسیر قرار گرفت. بله. بیژن خراسانی. کرولینگ چیز آقای خراسان استاد ما هستن. اینی که گفتم کرولینگ و بعدش هم تنها چیزی که ما تو ذهنم، چون آقای خراسان یکی از استعداداشون اینه که خیلی از رشته‌ها رو گزارش میکنن. استاد ما هم هستن. واقعا صدای بسیار پخته. حالا اینی که عرض میکنم خدمتتون، بسیار توانمند، پیشکسوت و اهل کله پاچه و اینا هستن. من چرا کرولینگ میدیدم؟ پاک میکردن که تون تر. آره چیز عجیب، ورزش عجیبی و گزارش هم عجیب‌تر. و فقط آقای خراسانی که میتونه این گزارش‌ها رو در بیاره. سرهنگ علیفر. من احساس میکنم آقای علیفر برخلاف همه اون کسانی که باهاش شوخی میکنن این و اینها، جزو یکی از دقیق ترین گزارشگران تاریخ تلویزیون ایرانه. نکات رو دقیق میگن، اصطلاحات رو دقیق میگن، همه جای خلاصه این فضا هستن و کار میکنن. به نظر من فوق العاده. بله خیلی ممنون. عکس‌ها رو پرسیدیم ولی جای یه عکس خانوادگی اونجا خالیه، اونم عکس پدر و مادرتون. اگه دوست دارین یه جمله با اون دوربین بهشون بگید و این بخش رو تموم کنیم. من عاشق پدر و مادرم هستم و البته باید تشکر کنم از نامگذاری که روی من انجام دادن. اسم اثر وضعی داره و فکر میکنم این اسم باعث شد که خیلی از اتفاقات زندگیم هم تغییر کنه و ممنونم ازشون بابت همه تلاشایی که برام انجام دادن. پدر من، مادر من، دست جفتتون رو میبوسم و میدونم که فرزند لایقی برای شما نبودم. حالا ما توی این برنامه شاید یه سری شوخی‌ها کردیم و سعی کردیم فان باشه و یه سری جاهاش هم جدی و اینها، اما در واقعیت و بطن کار اینه که ما هیچیم و هر آنچه که داریم از خداست و پدر مادر. دست مادرتو میبوسی؟ 100%. دست پدرت؟ 100%. دیگه آخرای سفره. یه جوری میخوام بهت بگم که چرا لندینگ نکردین؟ من باید تکون میخورد. بغض نکن عزیزم، بغض نکن که بغض چشمات شعله میندازه به جونم، با خیالت گل میگیره بند استخونم. رسیدیم به چالش نهایی برنامه. ما الان برای توضیح بدم که در ارتفاع 30,000 پایی از زمین هستیم. قبل از اینکه بگم یه شانس بزرگ تو زندگیت آوردی که من تو حیطه گزارشگری وارد نشدم.
نه اتفاقا کاش میومدی. وگرنه دیده نمیشدی. دوست نداشتم اونت آجر شد. نه اتفاقا میخواستم بیای. واقعا؟ قشنگ از اون رد میشدم. حسی داره. یعنی مثل یه گوجه‌ای که رب میشه؟ مثل خربزه‌ای که له میشه. یعنی مثل موم که فشار میدی عسلش در میاد. فشارم میدادی؟ مثل موزی که له میکنی از زمین، بغل و موز. مثل خیاری که وسط نصف میشه. مثل نارگیلی که زمین میزنی. مثل نونخامه‌ای که میزنی به دیوار میتیره. مثل نون برداری که جلش میشه. مثل تیرکمون سنگی که میکشی کشش پاره میشه. می‌خواستی منو؟ مثل آدامسی که میچسبونم دقیقاً. مثل بادکنکی که با سوزن میزنی میتره کنی منو میتره کنی. نذار برگردیم به اون چالش اولی هم. این مراسم و این جلسه هم تموم شد، از اون آدم نشد. بله خب بس یاد گرم. یه دقیقه ببخشید بابا نکن دیگه کریمی عجب. من مشتبه ریگی هستم. سهیل آسان هستم. جواد خضری هستم. من رسول جوکارم. 21 سالمه، کارم میوه فروشیه. 43 ساله. من موجی و طراح تابلوهای تبلیغاتی. من متولد 1349 شغل آزاد، خیاطی، کارگری، هر چی باشه. شانزده سال از رسانه فعالیت میکنه. زمانی که محمد حسین میثاقی از کرمانشاه رفت، او جانشین میثاقی در شبکه استانی شد. مجری شبکه ورزش در حوزه رزمی است و رقابت‌های رزمی را به عنوان مجری اجرا می‌کند، ولی تکواندو را نیز به صورت اختصاصی گزارش می‌دهد. نه فوتبال هستم، تکواندو نیستم. نه. معمولا مجری‌های فوتبالی رو میشناسم، ولی تو حوزه تکواندو فکر نمی‌کنم. آره اینو شنیدم. یادم این صدا رو ولی اسمم نمیدونم. آره شناختمشون، مخصوصا المپیک امسال باشون آشنا شدم که خیلی بولش و خیلی ترند شدش. آره همچون با هیجان خوب گزارش میکنه. اینا دیده بودم صداشو ولی اسمم نمیشناسم. الان باید تعریف کنم ازش. نه من خوشم نمیاد. اون حس وطن پرستی رو تو من به وجد می آورد. دمش گرم، لحظات خوبی رو واسه من ساخت، یعنی خاطره قشنگی رو تو ذهن من ثبت کرد. این آقا هم دمش گرم، انرژیش خیلی خوبه، یعنی واقعا چیزش رویش خیلی خوبه که با این انرژی اینجوری گزارش میده. آقا رسولی یه ذره کمتر داد بزن قربونه. دیگه خورده دیگه، دیدیم خورده دیگه، حالا یه ذره کمتر داد بزن. آقا رسول هم اسم خودم دمت گرم. رسول مهربانی، تو جونم واقعا آدم مهربانی هستی. قطعا همینطوره. تو این دقایقی که باهات حرف زدیم، نه من، همه‌شون به این پی بردن. چمدونای مختلف زندگی تو باز کردیم، سوالها پرسیدیم، فهمیدیم که خورده و خیالمون راحت شد. اما بخش پایانی برنامه، تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته. سقوطه؟ نه خدا نکنه. تصور کن که ما الان در ارتفاع 3000 پایی از زمین هستیم. چشامو ببندم؟ میتونی. چشاتو ببند. گنجیش خراب شد. تصور کن که در ارتفاع 3000 پایی از زمین هستیم. داریم حرکت میکنیم و الان بر فراز الی هستیم، لس آنجلس. مسابقات المپیک سال 2028 در حال برگزاریه. یکی از بازیکنان تکواندو ایران با یک بازیکن خارجی رفتن به فینال. از بالا ببین و برامون گزارش کن. بازیکن خودت انتخاب کن، مدال خودت انتخاب کن. راند آخر بازی بسیار حساسه و تیم ما به این مدال نیاز داره. فقط 1 دقیقه مونده. آماده ای؟ آره. بریم. میریم الان. از بالا داریم نگاه میکنیم، همه جا سوخته، هیچی نمونده. سیلم اومده، یه جا آتیشه، یه بر آب، سیله. بزن آریان سلیمی، در مقابل حریف امریکایی قرار گرفتی. تموم کن کار رو. میزنه یه صورت، تموم میکنه کار رو. دامن بده امتیازو. عشقم نخوری، یه بار دیگه از ضرباتو خوری من میدونم و تو. بزن تمامش کن، تموم میشه. قهرمان المپیک.
آفرین. یه داب اسمش دیگه جور شد. عشقم یه دونه دیگه از اینا بخوری شروع میشه از فردا. عالی بود. میتونم یه جمله بگم؟ بله. خیلی ممنونم واقعا هم از شما آقای عزود. ببخشید اگر شوخی کردیم، صحبتی بود و اینها، خواستیم فان باشه، لبخند رو لبتون بیاد و همه اساتیدی هم که نام برده شد همه از من بهتر و ما شاگرد اونهاییم و یه صحبتی بین من و عزود عزیز بود که اگر خدا نخواد و اگر قلبمون رو به خدا گره نزنیم هیچ اتفاقی رقم نخواهد خورد. اخلاص داشته باشی برات رقم خواهد خورد. بوس بفرستیم؟ بریم با هم. بریم. آقا رسول خیلی چاکرم. مسافر خیلی خوبی بودی. این پرواز خیلی به ما خوش گذشت. به منم خیلی خوش گذشت. گذشت. اصلا VIP بود. عالی بود. بفرمایید. ولی تو باز آدم نمیشی، من بهت بگم. رسول اگه سالها بعد معلوم بشه که این نخورده، تو در مقابل تاریخ مسئولی. من